با نام خدا سلام دوستان عزیز. ما امروز آمدیم به یکی از شهرهای خوب و زیبا و دیدنی فرانسه، شهر باردو. و ما فعلا قرار داریم در لب ساحل، در لب گفته که پارت که مثلا در شهر باردو خیلی مشهور است، نه تنها با شهر باردو بلکه در تمام فرانسه خیلی هم مشهور است. و ما آمدیم دیدن کنیم از اینجا. نصیب باشه این طرف نشون میده، این طرف هم شهر و دیگه ساختمان ها و خیابان های دیگه، و در پشت این ساختمان قلعه یا کاتدرال یا چی میگیم کلیسا ساخته شده است که ان شاء الله اگر وقت شد ما میریم نصیب باشه دیدنیش شما را در جریان میذاریم. و دوستان عزیز چی گفتیم، با کانال ما سر بزنین، حمایت از کانال ما کنین. حمایت شما چی است؟ فقط یک لایک ماندن و دریچه کردن با دوستان و رفیقان دیگه. باقی شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. بدرود. سلام دوباره عزیزان. چنانچه از برنامه پی بردید، ما فعلا قرار داریم در یکی از شهرهای خوب و زیبا و دیدنی فرانسه، شهر باردو که آن هم در جنوب فرانسه جایگیر شده است. شهر باردو یک کمون یا یک شهری است در دپارتمان ژیرون در منطقه نوول اکتیوان. تا 1 ینوری سال 2019 میلادی شهر باردو نهمین شهر کلانترین در فرانسه به حساب میرفت. از روی اهالی باشد تقریبا 260 تا 280 هزار اهالی دارد، اما با نفوذ گرد و اطرافش، با شهرهای گرد و اطرافش تقریبا به 986 تا 1 میلیون نفر میرسد. شهر اینچنین مرکز یک متروپول با اهالی 814 هزار نفر می باشد. شهر باردو در چهارراه اقیانوس اتلانتیک، جنگل لندس و دریای ژیرون واقع شده است. خود موقعیت شهر باردو در بین مسیرهای تجارتی، دریایی و خشکی در فرانسه به یکی از شهرهای اساسی تبدیل یافته است. پایتخت جهانی شراب با قلعه‌ها و تاکزارهای با نفوذ باردو، شهر اینچنین یکی از مرکزهای گسترونومی و سیاحی کاری برای تشکیل کنگرس‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. در کنار باردو اینچنین یک مرکز استراتژیکی بخش ایرونافتیکا و کیهان تشکیل شده است که یکچند شرکت‌های بین‌المللی را با هم می‌پیوندد. علاوه بر این در کمون برپ که در بین باردو و ارکجان جایگیر شده است، یکی از دو لگرهای با نفوذ جهان ساخته شده است. شهر باردو با دانشگاه خود، شهر و متروپول آن یک مرکز مهم تحصیلاتی عالی و تحقیقاتی در سطح ملی و اروپایی با زیاده از 100,000 دانشجو می باشد. شهر باردو یک مکان سیاحی بین المللی را برای میراث استثنایی معماری و فرهنگی خود در بر میگیرد که زیاده از 400 یادگارهای تاریخی را در اینجا دیدن ممکن است. شهر باردو پس از شهر پاریس با شهری یادگاری ها در فرانسه همچون یادگارهای تاریخی تصنیف یا نامبر شده است. متروپول اینچنین جایزه ها و ریتینگ های سرشماری سازمان های بین المللی را گرفته است. مثلا سال 1957 میلادی برای سعی و کوشش به همتای شهر باردو در انتقال ارزش های اروپایی جایزه پری دیوغاپ را نایل گشته است. از ماه ایونی سال 2007 میلادی با مساحتش بیش از 1082 هکتار زمین، آن بزرگترین شهر محافظت شونده در جهان با داخل شدن پارک د لونه بر خط میراثی عمومی جهانی یونسکو برای یگانگی معماری کلاسیکی و نیوکلاسیکی می باشد. عزیزان، سفر نوبتی ما از طریق ماشین صورت گرفت و نصیب باشه ما هم در یکی از دراگاه یا چی میگن افتترس ها یا اتوقات های فرانسه قرار داریم و میریم به طرف شهر باردو. چنانچه گفتیم دوستان، شهر باردو در جنوب فرانسه جایگیر شده است و ما فعلا قرار داریم در یکی از افتترس ها یا اتوقات هایی که به شهر باردو میرود. و دوستان با ما همراه باشید تا آخر برنامه. خدا کند که نوارها و سوژت ها و ولاگ های ما به شما پسند آمده باشد و خود را خیلی
خوشحال حساب میکنیم و بریم با هم تماشا کنیم شهر باردا را از نزدیک با هم دیگر. دوستان اگر شما متوجه شده باشین هر دو طرف ببینید سرسبزی است. به همون خاطر اروپا را میگن که قاره سبز یا اروپای همیشه بهار، چون فعلا فصل زمستان است اما سرسبزی را ببینید، جاده و درختان خیلی سرسبز هم هست، خیلی زیبا هم است. و ما میده وارد میشیم شهری باردا. این هم وارد شوید به شهری باردا که چند لحظه دیگه ما میرسیم به مرکز شهر و با ما همراه باشید. عزیزان یک چیز دیگر میخوام یادآور شوم، در فرانسه دو راه وجود دارد یا دو افتادرس، یکی افتادرس بی پول و یکی پولکی و اگر میخوای که بی پول برای سفر کمک طولانی تر میشود چون راه زیادتر است و خیلی خسته کننده است. به اون خاطر اینها ساختن یک جاده یا یک افتادرس دیگه با نام اتوقود پولکی، یعنی با پول میرای تمامی هر شهری که میرای. و نگفته نماند هر شهر تعریفش فرق میکند، مثلا هر شهر نسبت به همو کیلومتراژش، به همو دوری و نزدیک بودنش تعریفش فرق میکنه. و ما میده میریم طرفی شهری باردا و نگفتن نماند شهری باردا خیلی شهری تازه، تمیز، زیبا و دیدنی می باشد. و به حساب میانه در یک سال در کجای خوانده بودم در اینترنت از 7 تا 8 میلیون بیننده در یک سال از این شهری زیبا و خوب دیدن میکنند و ما هم نصیب باشه اینا وارد شهری باردا شدیم. دوستان میخوام یک چیز دیگر یادآور شوم، در فرانسه از همه چیزی که برای من معقول است یا که دوستش میدارم همه ساحه ترانسپورتش میباشد، چون در هر شهری که رفتیم در هر کوچه و خیابان و پس کوچهش تمام بس ها یا اتوبوس ها یا تراموای یا ترالی بسش کار میکنه و هر جا که بخوای که برای بدون یگان گپ خبر، مثلا بدون مشکلی میتونی چیزا را بگیری از این ترانسپورت ها را، مثلا از این طریق تراموای ها ترام ها میتونی به تمام کوچه و خیابان های شهر برای. و انا گفتن نماند تمام مثلا این ترانسپورت ها از روی نقشه کار میکنند و در ساعتی گفتگی یا در ساعتی که در تابلو نوشته است در همون ساعت یا شاید یک دقیقه دیر کنه، اما به هر صورت می آید و تو را به هر جایی که می خواهی برده می رساند. به اون خاطر یکی از چیزهایی که من بسیار دوست می دارم در فرانسه همین ساحه ترانسپورتش است و خوشبختانه ما دیگه صاحب ماشین شدیم در فرانسه دیگه با از طریق شهرهای نزدیک ما میتونیم که با ماشین خود مثلا سفر کنیم و از این شهرها دیدن کنیم. ببینید شهری باردا شهر خیلی زیبا هم هست، ساختمان های جالب، معاصر، زیبا، دیدنی. سفر نوبتی ما به شهر باردا ادامه دارد و ما برنامه طولانی نشود گفته برنامه را ساختیم به دو قسم. شما قسمت اولی برنامه را انشاءالله تماشا دارین و قسمت دیوم نصیب باشد در روزهای نزدیک بهر شما پیشکش خواهد گشت. این هم یکی از جاده و خیابان‌های شهری باردای فرانسه. با نام خدا، یاد خدا. سلام دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در یکی از شهرهای زیبا و دیدنی و مشهور فرانسه، شهر باردا. و این نواری ما مقصدم چی است؟ مقصد اینه پل دیدین ماستا، اینه 4 ستون دارم، همین مابین ماست میره به طرف بالا تا که کشتی‌های کلان مابین به مقصد دریا بگذرن. این قرار داره این پل یا که این ماست در شهر باردای فرانسه در جنوب. شهر باردا چون که میدونید که از شهرهای خیلی بای زیبا دیدنی و توریستی فرانسه می باشد و حال ما نصیب باشه چراغ سبز شود میریم طرفی با بالای ماست. با ما باشید. همان ماست گفتیم که ما بینش میره به طرف بالا، این همان ماست است یا همون پل. این 4 ستون که میبینه، این 4 ستون چرا میبره بالا، وسط یا ما بین
پل میبره طرف بالا تا که کشتی ها از ما بینش عبور کنند. و این هم یکی از دریاهای ژیران شهری باردوی فرانسه که این پل در اون بالای دریا ساخته شده است و انا گفتن نماند این دریا میره به طرف اقیانوس اتلانتیک. این هم دیگه جاده و خیابان های شهری باردو. شهری باردو چون گفتیم خیلی زیبا هم هست. این هم دیگه کوچه و خیابان ها و ساختمان های شهر و این هم لبی دریا یا اما ساحلی دریای ژیران شهری باردو. میریم میده طرفی مرکز، ببینیم در مرکز چی است. و این هم ساختمان ها و خیابان های دیگری کوچه های شهری باردو. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم با فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهر باردو و سفر نوبتی ما به این شهر. و انا گفتن همونا دوستان عزیز به کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. هنوز هم عضو خانواده ما نشده باشید، اگر دوستان عزیز عضو خانواده ما شوید و کانال ما رو سابسکرایب کنید، با کانال ما آشنا شوید و زنگوله دائمی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان عزیز، این بود قسمتی اولی برنامه ما و منتظر باشین انشالله در روزهای نزدیک قسمتی دوم برنامه به هر شما پیشکش خواهد گشت و بریم یک جای این شهر را تماشا کنیم. خدا نگهدار تا برنامه بعدی. بدرود.